برادرای عزیز، امروز اکثر ما و شما سوداگر هستیم. مال قیمت کن، قیمت فروش، لکن حق مردم نزن. نقص مال به مردم خبر بده، مردم فریب نده. خود حضرت ابو حنیفه وقتی یک شاگرد داشتند به نام عبدالرحمن، وی تاجر بود، مالها را به او تسلیم کرد و گفت، عبدالرحمن گفت در بین این جامعه ها انا همین جامعه نقص دارد، کمبودی دارد. وقتی این جامعه ها را سودا میکنی به همون مرد خریدار خبر بده که این جامعه نقص دارد، با سبب همین نقصش اینقدر پولش برای ما کم بده. حضرت عبدالرحمن میگد فراموش کردن، رفته همون جامعه را با همون نرخ قیمت فروختن. وقتی گشته آمدن ابو حنیفه در حال پرسان کرد چرا سوم زیاد است؟ حضرت گفتن، حساب کردن، گفتن اون مالی که نقص داشت خبر دادی؟ گفت نه خبر ندادم. همون جامعه که چند سومی که ارزش داشت همش میگه صدقه کردن، هیچ تنگه وی در جان خودشان صرف نکردن. چرا پیشواهای ما و شما اینقدر پرهیزکار بودن، اینقدر از خدا میترسیدن؟ چرا ما و شما از خدا نمیترسیم؟ چرا در حالتی که همون برادر ما و شما با او خرید و فروش میکنیم و یا فریب میدهیم، المسلم اخو المسلم کجا میشود؟ برادر مسلمان برادر مسلمان است، کجا میشود برادری ما و شما؟ تا وقتی ما و شما از حرام اگر دور نباشیم، از حلال با حلال نزدیک نباشیم، مثل این فرزندهایی که به دنیا آمدن از ما و شما به دنیا نمی آیند. اینها فقط به ما و شما چی در دنیا و چی در آخرت یک دشمنی تیاری هستند. حضرت به دنیا آمدن در عائله دولتمند ثروتمند. پدرشان تجارتکار بود و کسب تجارت را بسیار به ابو حنیفه آموختند. از حساب همین تجارت حضرت ابو حنیفه میگه بی نهایت به دولت شدند. و فراموش نکنیم که حضرت امام ابو حنیفه از اهل تابعین است که خداوند تابعین اهل تابعین در قرآن مدح میکند. حتی رسول اکرم میگوید اوصیکم باصحابی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم، شما را وصیت میکنم که پیرو اصحاب من شوید و پیرو کسانی شوید که مرا دیدن و اصحاب مرا دیدن. حضرت ابو حنیفه میگوید وقتی سین سال من به 16 رسید، پدر مرا برای طواف کعبه برد، طواف خانه کعبه رفتم، نگاه کردیم که یک توده مردم در یک جا جمع شده است. از پدر پرسیدم اینجا کیست؟ گفت اینجا یک صحابه پیغمبر خداست که حدیث های زیادی از پیغمبر روایت میکند که این عبدالله الحارث می باشد. حضرت میگوید برای من راه رهوی کردند، کشاده کردند، من رفتم نزدیک همین حضرت عبدالله الحارث رسیدم که حضرت میگد حدیثی را بیان کردند که اگر هر کسی را که خداوند در دنیا فقیه بگرداند، رو پروی ابو حنیفه گفتند هر کسی را که خداوند در دنیا علم فقه نصیب بگرداند، تمام و غم و اندوه او را دور میکند و از جایی که خبر ندارد بر او رزق روزی میرسد. حضرت میگوید من این صحابه پیغمبر را با چشم سر دیدم. باز ابو حنیفه انس ابن مالک هم دیدگی است که صاحبای تاریخ میگویند اگر چنده که با اونها صحبت هم نکرده باشی، اگر چهره صحابه را دیده باشی، تو هم از اهل تابعین هستی. این فضیلت ها
البته از ابو حنیفه ما و شماست. انشاءالله خدا خواسته باشد این موضوع را بعد یک اعلان باز دوام میدهیم. خدا خواسته باشد از علم او، از تقوای او، از حکایه هایی که در شأن امام ابو حنیفه است باز به شما البته جمعه آینده خدا خواسته باشد خبر میدهم. لیکن یک موضوع خیلی مهمی که الحال ذکر کردیم این است که برادرای عزیز در حلال خوردن، حلال یافتن بسیار حرکت کنید. امروز برادرای ما و شما در بازار وقتی می رویم، گفت پیغمبر خدا وقتی که به بازار گذشتند یک تلمویزی بود و بالاش بسیار زیبا بود. پیغمبر خدا وقتی که میگه از پس مویز نگاه کردن که دانه های میده میده. رسول الله گفتن چرا این را آمیخته نمیکنی؟ چرا گو مردم فریب میدی؟ مثل امروز همون سبزوات و همون کارتوشکه و پیاز و دیگر چیزهایی که در بازار ما و شما فروخته می شود بالاش زیب و زینت دارد، زیرش همش خراب است. اونا را آمیخته کردن در کار. نرخی باید تغییر بده و لکن مردم فریب نده. این برای تو آسان تر است. انشاءالله اینجا یک سوال تعجیلی هم آمدگی است، جواب اونها را به شما میگویم و تا سوال و جواب گفتن اینجا یک چندین برادرها پیشنهاد کردند. راستی بار باور که ما هم عیب میدانیم این کار که در مردم همون صندوق یک بگردانم برای همین طهارتخانه‌ای که در اطراف ما بنا شده است. برای همین مادامی که خیلی طلب کردن اینجا ده هم موافقت کردن، ما هم گفتیم میلش خیلی همین کار انجام بتن. چندی که میغلطد همون چند سومی که میشد همش در تعمیر همین مسجد و همین استاهایی که در طهارتخانه کار کرده ایستادن همونها را تسلیمش میکنیم. انشاءالله ثوابش در شما میرسد. مرحمت. السلام علیکم داملای عزیز. با یک شخص قرض بسیار دارم. صاحبش مرد با پسرش خط کردم. پسرش جواب گردانید که در قیامت رفته از پدرم بگیر. چی می شود؟ شاهد دارم. با سلام داملای عزیز جواب گوید. یعنی یک برادری بوده است که قرض داده است، قرض بسیار داده است. بعد قرض دادن وقتی که مراجعت کرده است فرزنداش گفتن که در همون قیامت از پدر میگیریش، یعنی ما برای تو قرض پدر ما نمیتیم. من با این برادر چی مراجعت میکنم؟ اولا همان روز جنازه باید که این مرد دعوا میکرد، میگفت که بالای این پدر شما من حق دارم، این پدر شما از ما قرضدار است. یک مقدارش برای جوانمردیش میبخشید، حقی او، نمیبخشیدم حقی او. و اون فرزندها را در ذمه‌اش بار میکرد، شاهدها را حاضر میکرد. انشاءالله این کار چی میشید؟ این کار یک رنگ خوب میگرفت. مادامی که کار به این اندازه رسیده است اختیار داری میتونی که باز به همون اداره های دخلدار رفته مراجعت کنی. اگر سومی بسیار باشد و طلب داشته باشی میتونی که با اون راه از فرزندهای او طلب کرده این پول گیری. پیغمبر خدا چی میگویند؟ ثلاثتون یدعون الله عز وجل فلا یستجاب لهم. سه طایفه هستند که به سوی خدا دعا میکنند، دعای اونها را خدا قبول نمیکنند. اینا کیا هستند؟ یکی از اینها رجل کان له علی رجل مال فلم یشهد علیه. یکمش مردی هست که یک آدم به شاهد قرض میتد، یعنی نه مکتوب میکند نه در عوضش رهن میگیرد، یعنی بی شاهد به همون چندی که میگوید قرض میدهد. پیغمبر خدا گفت وقت شما به شاهد به کسی که مال دادین پول دادین دعای شما در نزد خدا قبول نمی شود. شما باید که حاضر کنین، دو شاهد در حالت پول دادن حاضر کنین، دستخط او انسان میگیرین، بعدا پول به او آدم چکار میکنین؟ تسلیم میکنید. و دویم پیغمبر خدا کی را گفتند؟ رجل اتاه سفیها ماله و قد قال الله تعالی ولا تؤتوا السفهاء اموالکم. پیغمبر خدا گفتند شما هر کس را پول ندهید
یعنی کسایی که سفسطگو هستند، کسایی که به قدر پول شما نمیرسند، به آنها قرض ندهید. وقتی اگر شما به آدمهای بی معنی اگر وقتی پول میتین، در این صورت شما به سوی خدا دعا هم که کنین، خداوند دعای شما را قبول نمیکنه. لیکن اون فرزندهایی که صدای ما را میشنوند و برای کسی این مسئله لازم است، پیغمبر خدا گفتن صاحب الدین مغلول فی قبره لا یفکه الا قضاء الدین. کسی از دنیا قرضدار میگذرد، وی در زنجیرهای آتشین خدا بسته شده است تا وقتی که قرض او کنده نمی شود. از این خاطر کدام فرزندی هست، کدام همسایه هست برای مهربانی و غم جان همون برادرش اگر قرض این برادر را بکند، انشاءالله در نزد خدا ثواب میگیرد. اینجا یک پدر دیگر دعایی مکتوب می نویسند که در حق فرزندهای ما که در خارج می خوانند و در مسافرت هستند در حقشون دعا کنید. ما دائم دعا میکنیم، حاجت بر مکتوب نیست. دائم شکر خدا در 5 وقت نماز، چی در نمازهای جمعه، در حق هم مسافرهایی که دعا میکنیم، همه همین فرزندهای مسلمانی ما و شما داخل می شود. خدا که قبولش کند، انشاءالله صحت و سلامت به خاندان برمیگردند. السلام علیکم دامنای عزیز. اگر شخص خندد طهارتش میشکند از نماز بیرون باشد؟ نه، از نماز بیرون باشد طهارتش نمیشکند. اگر در داخل نماز باشد البته طهارتش میشکند، نمازش باطل میشود. السلام علیکم دامنای عزیز. یک سوال، آیا قرآن خوانی چی ثواب دارد؟ قرآن خوانی انشاءالله ما یک جمعه در باب فضیلت قرآن با شما صحبت میکنیم. الحال پیغمبر خدا میگوید اقرأوا القرآن فانه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابه. کسی در دنیا اگر چشم بینا دارد و قرآن میخواند، روز قیامت بهترین شفاعت کننده قرآن است که وی را شفاعت میکند. خوش به حال همون جوانی که قرآن میخواند، وای به حال همون جوانی که پروای قرآن ندارد. باور کن عیب است، شرم است وقتی آدمی مسلمان قرآن خوانده نتواند. این یک عیب است، شرمندگی است. با در این قدر شرایطی که الحال در همین مردم مسلمان ما و شماست، حاضر در تمام مسجدها شکر خدا که کودک ها تعلیم میدهند قرآن. تمام شما عیب و شرم است که وقتی که قرآن خوانده نمیتونید. این قرآن کتاب شماست، کتاب مقدس شماست. هر حرف او در نزد خداوند چه اجر و چه ثواب زیاده دارد. حتی رسول اکرم میگوید مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الاترجة ریحها طیب طعمها طیب. کسی که اگر در دنیا قرآن میخواند وی حکم همون افلیسون را دارد. اپلسینی که ما و شما میگوییم چی بوی خوب دارد، چی مزه خوب دارد. مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، لیکن مؤمنی که مؤمن است، مسلمان است و قرآن نمیخواند، مثل التمرتی طعمها طیب. کسی که در دنیا اگر قرآن نمیخواند و مؤمن و مسلمان است، حکم خرما را دارد. میگه مزه شیرین است لیکن بوی ندارد. بین مسلمان شویم که هم مزه‌مان شیرین باشد، هم بوی خوش داشته باشیم. همه شما باید در هر یک خانه مسلمان باید قرآن باشد و هر فرزند مسلمان باید که سحر نه کم از 40 آیت باید که تلاوت کند. این زمان حق قرآن ما و شما ادا میکنید. این زمان در خانه ما و شما برکات نازل می شود. خداوند عاقبت همه ما و شما را به خیر بگرداند. مراد و مطلوب های همه ما و شما را خدای مهربان حاصل بگرداند. و آن برادرانی که خیر احسان کردند، خیر احسان هاشون خدایا به درگاهت مقبول بگردانی. و تا جمعه دیگر این جمعیتی که برای ادای نماز جمعه آمدند، خدایا صحت و سلامت نگه بداری. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. اینجا چند برادرهای هستند که این جمعه بعد اعلان کردگی خدا برکتشون تیاد یاردم ها کردند. این برادر که عبدالسلام است، الحال من همسایه مسجد ما و شما که سروری همون آسیا و به عهده دارد. برادر که محمد علی اینم یاردم کردن، مبلغشون خبر نمیتیم. برادرمون زین الدین از همین محله هست، فرزند بابا یوسف.
بابای بیت المال گفته همون موضعی را میگن که تمام آذوقه مردم مسلمان جمع میشد، از اونجا مردم مسلمان یاردم میکردن. بین حضرت عمر فرزند پرسیدن این پارچه سرخ از کجا در رسید تا آمد؟ امروز کدام پدر میپرسد فرزنده؟ اگر در خانه شما کدام نمود چیزی نباشد، چه از خوردنی و چه از پوشیدنی، برای ما و شما بیارن. هیچ کدام ما و شما زبانی نداریم که پرسیم بچم این از کجا آوردی تو؟ دستی فرزندش گرفتن نزد صاحب بیت المال بردن. صاحب بیت المال را فیراد کردند. حضرت اون زمانها در خلافت نشسته بود. اون زمانها سروری تمام همون جهان داشت، جهان اسلام. گفتن این تکه سرب را تو دادی؟ گفت بله من دادم. گفت چرا به فرزندی من این تکه سرب را دادی؟ گفت عمر گفت من خواستم بهترش را به او پیدا کنم، یعنی خواه نقره پیدا کنم، خواه طلا پیدا کنم، چیزی در بیت المال نیافتم مگر همین تکه سرب را به بچه تو دادم. گفتن عمر جواب گفتن ای صاحب بیت المال، گفتن وقتی که این تکه سرب را به این فرزند من دادی از خدا نترسیدی؟ وقتی این تکه سرب را به بچه من دادی آیا اندیشه از مال مسلمان ها نکردی؟ ای صاحب بیت المال آیا خانه نیافتی بجز خانه حضرت عمر که حرامش بگردانی؟ گیر گفتن تکه سرب را بر در جای خودش بگذار. اگر بار دیگر این عمل از تو رخ میدهد قسم به خدا که از این وظیفه من تو را خلاص میکنم. چگونه مسلمان ها زندگی میکردند، چگونه از حرام آنها میترسیدند. لو صلیتم حتی تکونوا کالحنیا، پیغمبر خدا میگوید اگر شما نماز خوانید حتی تکونوا کالحنیا، مثل اگر میان شما خم شود از نماز زیاد دیگر میانهای شما قالب گیرد راست نگردد. و صمتم حتی تکونوا کالاوتر، اگر شما روزه بگیرین تمام سال مثل رشته باری اگر باریک شوید ما تقبل ذلك منکم الا بورع حاجزین. پیغمبر خدا گفتند همین نماز تو را و همین روزه پی در پی تو را خداوند قبول نمی سازد تا وقتی که شما از حرام پرهیز نکنید. حضرت عمر در پیشش دفتر مردم می نویساند. یک شمع در پیشش فروزان بود. بناگاه دروازه حضرت عمر تق تق شد. حضرت رخصت دادن، در آمد حضرت علی. حضرت عمر با علی گفتند آیا برای کار خودت آمدی یا برای کار عامه مسلمان ها؟ علی گفتن برای چی این سوال از من میکنی؟ گفت زیرا که این شمعی که میبینی فروزان است این از مال بنده های تمام مسلمان هاست. اگر برای مردم آمده باشی این شمع را نزدیک بیارم و صحبت کنیم، و الا برای کار شخصی آمده باشی این شمع را من خاموش میکنم و هر دومان صحبت میکنیم، زیرا این مال مسلمان هاست. تقوا را بینیم، از حرام دور بودن بینیم. ابوبکر صدیق رضی الله عنه وقتی غلام داشت زمانهای جاهلیتش در فالبینی میکرد و هر روز وقتی که اسلام قبول کرد هر روز یک پاره نان برای ابوبکر صدیق می آورد. ابوبکر وی را می خورد و می پرسید از کجا آوردی؟ می گفت از فلان جا تناول می کرد.
یک روز حضرت ابوبکر میگه گرسنگی فرا گرفت، دیگر نپرسید که این تکه نان از کجا آمده است و یک گز میگه گرفت فرو برد. بناگاه این خدمتگارش گفت، ابوبکر گفت هرگاه میپرسیدی امروز چرا نپرسیدی؟ گفت چرا؟ گفت این پارچه نانی که امروز یافته بودم اینها از همون دوره های فالبینی من یک آدم قرضدار بود و به من یک مقدار پول داد، من با همون پول همین تکه نان از حساب همون فالبینیم خریدم. حضرت گفتن ابوبکر هلاک شد. در حال میگد همون انگشت خود در حلقش میماندن و آن تکه نانی که خورده بودن میخواستن که پس بگردد. معده گرسنه یک تکه نان خیلی سخت داشتگی بود، بیرون برآمد. مردم توصیه دادند که یک مقدار آب بنوش، بعدا انگشت در حلق بگذار، آن تکه نان پس میگردد. حضرت همچنان هم کردند، سرخ میشد، سیاه میشد و میگد گفت که اگر قسم به خدا که با همین لقمه اگر جان من برآید من در این راضی هستم، زیرا که از پیغمبر خدا شنیدم کل جسد نبت من الحرام فالنار اولا به، کدام جسدی که از حرام آب و تاب میگیرد وی جسد سزنده آتش دوزخ است. امروز برادرای ما و شما در یافتن مال حرام باکی ندارند، پروای ندارند.